طریق حشر دسته‌جمعی خود جمعیت سهامی کشوده پله توجیک در ولایت ختلان 15 گکتار زمین کارخانه 3 ساله گنج ناحیه کوشانیان را توت‌زور کرده و 36000 نیال‌های توت نوع مرحمت 2017 را شنانیدند. منم توتی نوع مرحمت که ما از ازبکستان وارد کرده ایم از توت‌های محلی فرقش در همین است که برگش کلانتر است و ترکیبی که با مو موادی که بخری کرمک زلول است در همین هست در نتیجه دورگه کردن همه برکو در جمهوری ازبکستان از خطوی با محلی و از یابانی با محلی همین نوع توتی نوع مرحمت برآمده. همین نوع توتی مرحمت در جمهوری ازبکستان در ولایت سرخندریو که باد و هواش مطابق با منطقه وادی بخش است ولایت ختلان است مطابق است. باوری است که من بعدی سالهای آینده با در عمل می‌بینیم که چه خیلی اقدام مذکور زمان روی کار آمد که سرور دولت به مسئولین ساحه بهر رشد ساحه کرمک پروری در کشور دستور سپارش‌ها داده سبکی‌های زیاد را وابسته به این سمت افضلیت‌ناک جاری نمودند. همکنون جمعیت سهامی کشوده پله توجیک در ولایت ختلان با زیاد کردن میدان توزیع‌های ولایت می‌خواهد هم کرمک پروری را رشد دهد و هم این 3 سال پله را باز هم افزون گرداند. برگ توت مواد خوراکی کرمک می باشد. در حالت بسنده بودن برگ توت مواد ما استحصال پله را زیاد کرده می توانیم. تحفه خودمان را با زیاد کردن توت‌زورها و نهال توت و زیاد کردن استحصال پله در عمل جاری کردنی است. باید گفت که در این حشر دسته‌جمعی و شنودن نهال‌های توت اساساً تشکیلات و اداره‌های شهر لوکند و باختر و ناحیه کوشانیان حصه‌گذاری نموده با کمک همدیگر این قطعه را توت‌زور نمودند. با مردم شهر در حشر برآمده توت شنونده ایستادیم. یعنی حال چخری کند ایستادیم 50 در 50 توت شنونده استیم. بین قطارها 1.20 پهنایش 4 متر را تشکیل میکنه. به خاطر رشد ساحه پله پروری همین کارا را انجام داده ایستادیم. برگ توت خوراک اساسی پله به حساب میرود میگویند مسئولین. دستورات بسنده بودن آن پله پروران میتوانند در سمت پرورش و نگهبانی کرمک پله و استحصال متاع ابریشمی موفق گردند. امسال و سالهای من بعد که رشد صنعت اعلان گردیده است برای ماندن همین قبیل اقدام‌های دوربینانه میتوانند در فعالیت کارخانه‌های صنعتی و مهیاسازی جای‌های نوی کاری مساعدت نمایند.